بسم الله الرحمن الرحیم. نام امیدالله است، استاد کورس فن دریوری تکنیکی و آموزش راهنمایی ترافیکی برادران یارمند در شهر میمنه. هدف تاسیس این کورس راهنمایی فنی تکنیک ترافیکی به خاطر جلوگیری از حوادث دلخراش ترافیکی که بروی جاده به حقوق میپیونده و آگاهی از قوانین و مقررات ترافیکی جاده برای همشهریان عزیز ما ایجاد شده و شروع به فعالیت کرد. ما افرادی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده شامل 19 شده باشه، از نگاه عقلی، عصبی، جسمی اونا آمادگی داشته باشه، ما اونا را میپذیریم. تایم از 9 الی 10 بجه و از 2 الی 4 بجه ما در اینجا از طبقه اوناس و ذکور تدریس میکنیم. اینجا هم فن تکنیکی را تدریس میکنیم و برای مدت 1.5 ماه در اینجا تدریس میکنیم. هم دریوری را یاد میتیم، هم قواعد مقرر ترافیکی را برش به حساب یاد میتیم و هم تکنیک از اراده را برای از یاد میتیم. بعد از او ما برای از اینا شهادت نامه توزیع میکنیم از آدرس کورس. با فضل الهی تا فعلا خیلی ها مردم به حساب فعالیت گرفتن، مراجعین ما خوب است. انشالله مردم به اینجا مراجعه میکنن. ایناتم سید فخرالدین باشنده ولسوالی قیصر من şu kursga onuzuş ko'rganlardan bir tasman. Bu kursga bizda ko'p narsalarni o'rgandik, ko'p qonun va muqarrarot tarafikini bizda o'rgandik. Boyad qayerga murojaat qilsak va qanday hodisalardan boyad jilovilik qilsak, girim dar suratga xudo noxosta bizda hodisa qilgan suratga boyad nima ishlarni qilsak, bizda shu narsalarni o'rgandik. Ko'p yaxshi gap va ko'p mufid bir narsa. Tashakkur. این جانب دوم سارم بریالای آمر تنظیم پلیس ترافیک قماندانی امنیه ولایت فاریاب. خرسند هستیم که در فاریاب تو همچه یک کورس بسیار با تمام تجهیزاتش یک کورس ایجاد شده. در تمام ولایت ها کورس دریوری یا فن دریوری بود، ولی بدبختانه در فاریاب نبود. اینجا دوستا آمدن از ما پیشنهاد کردن، ما پیشنهاد شده و ریاست ترافیک مراجعه کردن و رفتن، بالاخره امر از ریاست آوردن دیگه. خوشبختانه اینا فعالیتش آغاز نموده. همچون کورس ها در یک شهر، در یک ولایت بسیار مهم است، آگاهی مردم زیاد میشه و شما خودتون در جریان هستین که حادثه های دلخراش ترافیکی در فاریاب به وقوع میپیوسته همه روز. شاید همچون کورس ها جلوگیری از حادثه ترافیکی بکنن.